آره من اونجوری با علی کریمی حال میکنم. اگه همین الان خبر آوردن که علی کریمی رو کشتن، اون هدفی که مردم دارن به مراتب مهمتر از علی کریمی و امثال علی کریمی. پشت علی کریمی سجده میکنم، ورزشی، دید، این ور اون ور. بهترین خونه دنیا رو داشته باش ولی وقتی توی خاکت نباشه برات هیچ ارزشی نداره. به خاطر اینکه اون اسم رسم ول کرده یه خایه میخواد انقدری، یعنی رامیری بود خایه اینجوری بشه که اون اسم ول بکنی. آدم برای به دست آوردن یه چیزی باید تاوان بده. بیا اینجا برای مردمت که انرژی که از مردم میگرفتن. نمیدونی آجی فردا چه اتفاقی میخواد بیفته با زن و بچه و زندگی و این که ما رو تنها نذاره، این واقعا خیلی. بعدن بعضیا باز میرن زیر کامنت بی‌مهری میکنن. شاه همینجوری خدا بیامرز مریض شد رفتی. تا حسن قدام با دادم باشه. خدا شاهد به ابوالفضل قسم. یه مو از سر اینا کم بشه کسی دیگه نیست.